به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با یک مجموعه از 3 کتاب جبران خلیل جبران شروع میکنیم. پیامبر و دیوانه، طلایه‌دار و مریم مجدلیه. بر اساس متن اصلی عربی هستش، مترجم شهناز مجیدی و این کتاب بسیار جالبی هستش. مجموعی از کتاب‌های آقای جبرانه و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بخونینش. پیامبر و دیوانه، مریم مجدلیه و طلایه‌دار. اما ما با پارت اول به نام پیامبر شروع میکنیم. والمصطفی، آن بزرگ برگزیده محبوب که سپیده دم روزگارش بود، در شهر اورپلیس 12 سال در انتظار کشتی ماند تا به جزیره زادگاهش برگردد و در سال 12 در روز 7 ایلول هنگام درو بر بالای یکی از تپه‌های بیرون دیوار شهر رفت و نگاه ژرفی به دریا افکند و دید کشتیش پوشیده در مه در دریا پیش می‌آید. آنگاه قلبش فرو ریخت و روحش از شادی بر فراز دریا به پرواز درآمد. چشمانش را بست و در خاموشی دلش نماز خواند. لکن چون از تپه فرود آمد، اندوهی او را فرا گرفت و در دلش گفت: چگونه آسوده از این شهر بروم و در دریایی غیر از اندوه اسیر شوم؟ نه، این سرزمین را ترک نمی کنم تا سیل خون از زخم‌های روحم روان شود. چه روزهای طولانی بین دیوارهایش اندوهگین بودم و درازتر از آن شبهایی بود که تنها و تنها سر کردم. کیست که بدون رنج قلبی از اندوه و تنهاییش جدا شود؟ تکه‌های بسیاری از روح من در این خیابانها پراکنده‌اند و بسیارند فرزندان خواهش من که عریان در تپه‌ها راه می‌روند. چگونه بی درد و ناراحتی از آنان جدا شوند؟ این جامه‌ای نیست که امروز از تنم بیرون کنم و فردا بپوشانم. این پوستی است که باید با دست خود پاره‌اش کنم. نه، نمیتوانم. این فکری نیست که پشت سر بگذارمش، بلکه دلی است که از گرسنگی و تشنگی نرم و رقیق گشته است. لکن دیگر نمیتوانم در سفرم درنگ کنم. دریایی که همه چیز را به خود میخواند مرا خوانده است. باید بر کشتی بنشینم و همکنون در قلبش سفر کنم. اگر امشب را بمانم، با آنکه ساعات شب پر التهابند، با بندهای گران زمین یخ میزنم و بلور میشوم. کاش میتوانستم هرچه اینجا دارم با خود ببرم، ولی چگونه؟ صدا نمیتواند زبان و لبهایی را که به او پر و بال داده‌اند با خود ببرد. باید به تنهایی پرده فضا را بدرد. آری ای دوست، کرکس آشیانه‌اش را با خود نمیبرد، به تنهایی در دل آسمان پرواز میکند. مصطفی وقتی به دامان تپه رسید، لحظه‌ای به دریا نگریست. کشتی را دید که به بندر نزدیک میشد. مردم سرزمینش بر عرشه منتظر او بودند. از ته دل فریاد کشید و گفت: ای فرزندان سرزمین اول من، ای سواران بر موج و متحرکان با جزر و مد، چه بسیار در رویاهای من کشتی رانده اید و اکنون در بیداری که ژرف‌تر از رویاهایم است آمده اید و شما را می‌بینم. من برای رفتن به دریا آماده‌ام و در اعماق وجودم شوقی بزرگ بی‌صبرانه منتظر وزیدن باد بر بادبان هاست. ولکن می‌خواهم یک بار دیگر در این هوای آرام نفس بکشم و یک بار دیگر به پشت سرم نگاه کنم. آنگاه در میان شما خواهم بود، دریانوردی بین دریانوردان، و تو ای دریای بزرگ، ای مادر بیداری، ای دریای بزرگ که در تو نهر و رود آرامش و آزادی می‌یابد، بدان که این جویبار فقط یک دور دیگر دارد و بعد از امروز کسی دیگر صدایش را در این گذرگاه نخواهد شنید. آنگاه من به سوی تو می‌آیم، قطره آزادی به اقیانوس بیکران.
همچنان که میرفت زنان و مردان را میدید که باغها و کشتزارهایشان را ترک میکنند و به دروازه شهر میشتابند و میشنید که از کشتزاری به کشتزار دیگر نامش را فریاد میزنند و هر کدام رسیدن کشتی را به دوستش خبر میدهد. در دلش گفت آیا روز دیدار است؟ آیا خواهند گفت که شبانگاه من برایم سپیده دم است؟ سزاوار است که از برزگری که زمینش را نیمه شخم زده رها کرده و کسی که چرخشش را نیمه رها کرده پیشی گیرم. آیا دل من درختی پر میوه خواهد شد که میوه‌هایش را به آنها هدیه کنم؟ آیا خواهش‌های من چشمه‌ای خواهد شد و پیاله‌هایشان را پر خواهد کرد؟ آیا گیتاری هستم که دست سرنوشت لمسش خواهد کرد یا نیلبکی که دمش را در من بدمد؟ آری، من جستجوگر ترانه سکوتم، ولی کو گنجی که در سکوت یافتم تا با آرامش تقسیمش کنم؟ و اگر امروز روز دوری من است، در کدام کشتزار بذر افشاندم و در کدام فصل از فصل‌های ناشناخته بذرافشانی کردم؟ اگر این همان ساعتی است که باید چراغم را برافروزم و آن را بر بلندی بیاویزم، نوری که از آن میتابد از آن من نیست، چون من چراغم را خالی و خاموش بر بلندی میآویزم، ولکن نگهبان شب در آن روغن می‌ریزد و آن را روشن خواهد کرد. راه میرفت و این کلمات را میگفت، ولی خیلی از گفته‌هایش را در قلبش نگه داشت و آشکار نکرد، چون روحش نمیتوانست اسرار ژرفش را آشکار کند. وقتی وارد شهر شد، مردم همه به استقبالش آمدند و یک صدا با او به گفتگو پرداختند. پیران شهر پیش آمدند و گفتند تو را به خدا اینقدر زود از پیش ما نرو. تو در تاریکی غروب ما روشنایی روز بودی و جوانی تو رویاهایی برای ما بود. تو بین ما بیگانه نیستی، نه مهمان هم نیستی، بلکه فرزند ما و محبوب مایی. چشمهای ما را مشتاق دیدار چهرت مگذار. مردان و زنان روحانی گفتند مگذار امواج دریا بین ما جدایی بیفکند و سالهایی که بین ما بودی فراموش شود. تو روحی بودی که به ما زندگی میدادی و خیالت نوری بود که بر روی ما میتابید. قلب ما به تو مه می‌ورزید و روح ما به تو مایل بود، اما محبت ما را پرده سکوت پوشانده بود و نمیتوانست از آن پرده عبور کند. ولی اکنون آن را با صدای بلند فریاد میزنیم و پرده سکوتش را با دستمان پاره میکنیم تا برایت حقیقت روشن شود. همیشه اینطور است که ژرفای محبت تا ساعت فراق ناشناخته میماند. سپس عده زیادی زاری کنان فرا رسیدند. به هیچ یک از آنان پاسخی نداد، ولی سرش را پایین انداخت و کسانی که دورش بودند دیدند که اشک بر صورت و سینه‌اش می‌چکد. آنگاه او با مردم به راه افتاد تا به میدان بزرگ مقابل معبد رسیدند. نام پارت بعدی میترا هستش. زنی از معبد بیرون آمد که نامش میترا بود. با نگاهی سرشار از مهر و محبت به او نگریست، چون زن نخستین کسی بود که همان روزی که به شهرشان وارد شد نزد او رفت و به او ایمان آورد. زن با احترام سلام کرد و گفت ای پیامبر خدا، مدتی طولانی است که در جستجوی راه مستقیمی و منتظر کشتیت بودی که از تو دور شده بود. اکنون کشتیت آمده و چیزی به آغاز سفرت نمانده است. مهر تو به سرزمین رویاها و یادهایت و جایگاه رسیدن به آرزوهایت بسیار ژرف است و این است که مهر ما مانع تو نمی شود و نیاز ما به تو
تو را از راهت باز نمی دارد. قبل از جدایی سوالی از تو دارم که با ما سخن بگویی و از حقیقتی که در وجودت است به ما هدیه دهی و ما آن را به فرزندانمان هدیه می دهیم و فرزندانمان به فرزندان و نوه‌هایشان و بدین گونه با گذشت دورانها کلامت باقی خواهد ماند. تو در تنهایی خودت مراقب روزهای ما بودی و در بیداریت به گریه‌ها و خنده‌های بیخبرانه ما گوش فرا داده‌ای. برای همین است که التماس می‌کنیم که اسرار وجود ما را برملا کن و آنچه از اسرار زندگی از لحظه زایش تا مرگ برایت روشن شده برایمان بازگو کن. جواب داد: ای مردم اورفلیس، از چه میتوانم سخن بگویم اگر حتی در این لحظه بر شما روشن نشده باشد که در روح و جان شما چه میگذرد؟ نام پارت بعدی محبت هستش. میترا گفت: برای ما سخنی در محبت بگو. سرش را بلند کرد و با نگاهی محبت آمیز و دلسوز به مردم نگاه کرد. همه در کمال فروتنی ساکت شدند. با صدایی بلند به آنها گفت: هرگاه مهر به شما اشاره می کند دنبالش بروید، حتی اگر گذرگاهش سخت و ناهموار است، و وقتی بالهایش شما را در بر می گیرد اطاعت کنید، حتی اگر شمشیری که در میان پرهایش پنهان است شما را زخمی کند. و اگر با شما سخن گفت او را باور کنید، گرچه صدایش رویاهای شما را برآشوبد چون باد شمال که باغ را ویران می کند. زیرا محبت در همان لحظه که با شما صحبت می کند شما را به صلیب می کشد و هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند و هنگامی که بر فراز بالاترین درخت زندگیتان می رود سرشاخه های نازکی را که جلوی آفتاب می لرزند نوازش می کند. همان وقت به ریشه هایتان که در خاک فرو رفته می رسد و آن را در آرامش شب تکان می دهد. چون دسته های درو شده گندم شما را در آغوش می گیرد و شما را می کوبد تا عریان شوید و می بیزد تا از پوسته های خود رها شوید و می ساید تا مثل برف سفید شوید و می ورزد تا نرم شوید. آنگاه شما را به آتش مقدس می سپارد تا نان مقدس شوید بر خوان مقدس خداوند. تمام این کارها را محبت می کند تا رازهای قلب خود را درک کنید و با این ادراک جزئی از دل زندگی شوید، مگر اینکه بترسید و دست از کوشش برای اطمینان و لذت مهر بردارید. آنگاه بهتر است که برهنگی خود را بپوشانید و از کشتزار محبت به جهانی دور بروید، جایی که می‌خندید ولی نه تمام خنده را و می‌گریید ولی نه تمام اشک را. مهر چیزی جز خویشتن را نمی‌دهد و چیزی جز از خود نمی‌گیرد. مهر چیزی ندارد و نمی‌خواهد کسی مالکش شود، چون محبت را محبت کفایت می‌کند. اگر مهر می‌ورزید نگویید خدا در قلب من است، بلکه با آزادی بگویید من در قلب خدا هستم و گمان نبرید که می‌توانید به تمام راه‌های محبت تسلط پیدا کنید، چون محبت اگر تو را برای نعمت خود شایسته بداند بر راه‌های تو تسلط خواهد یافت. محبت چیزی نمی‌خواهد جز آنکه خود را کامل کند، اما اگر مهر می‌ورزید و ناچارید که تمنایی داشته باشید پس این خواهش‌ها را داشته باشید که ذوب شوید و رودی شوید که نغمه‌اش را برای شب می‌خواند. آشنا شدن با دردی که در مهر بیکران است، مجروح شدن از درک حقیقی محبت، از مهری که در قلب دارید و خون دادن با رضایت و شادی، بیدار شدن در سپیده‌دم با قلبی پرگشوده
و به جای آوردن شکر و درخواست روز مهرآمیز دیگر، آسودن در نیمروز و از شوق محبت در دل نجوا کردن و شکرگزار بازگشتن به منزل هنگام غروب و خوابیدن و دعا کردن برای آنکه معشوق از قلبت گذر کند، با نغمه سپاس و شکر نقش بسته بر لب. پارت بعدی ازدواج هستش. میترا برای بار دوم پرسید: ای استاد، درباره زناشویی چه میگویی؟ در جواب گفت: شما با هم زاده شدید و تا ابد همراه خواهید ماند و هنگامی که بالهای سفید مرگ روزهایتان را پریشان می کند همراه خواهید بود. آری، حتی در خاموشی نیایش خدا همراه خواهید بود. لکن بین همراهی شما حد فاصل را رعایت کنید تا بادهای آسمان بین شما به رقص درآیند. یکدیگر را دوست بدارید ولی محبت را مقید نسازید. بگذارید محبت چون دریایی بین دو ساحل وجودتان موج بزند. هر کدام پیاله دوست خود را پر کنید ولی از یک پیاله ننوشید. از نان خود به دوست خود بدهید ولی از یک قرص نان با هم نخورید. با هم بخوانید و برقصید و همیشه شاد باشید ولی یکدیگر را تنها بگذارید. مثل تارهای ساز که هر کدام به تنهایی برجایند ولی از همه آنها یک نغمه بیرون می آید. قلب خود را به دیگری بدهید ولی آگاه باشید که این هدیه برای نگهداری نیست، زیرا تنها دست زندگی است که می تواند قلب‌هایتان را نگه دارد. با هم بایستید ولی بسیار به هم نزدیک نشوید، چون ستونهای معبد که از هم دور ایستاده‌اند و بلوط و سرو در سایه یکدیگر رشد نمی‌نمایند. فرزندان عنوان پارت بعدی هستش. آنگاه زنی نزدیک شد که طفلش را در آغوش گرفته بود و گفت: برای ما از فرزندان بگو. گفت: فرزندان شما نیستند. آنها پسران و دختران شوقی هستند که زندگی به خویشتن دارد. به وسیله شما به دنیا می آیند ولی از شما نیستند. با اینکه با شما زندگی می کنند ولی مال شما نیستند. شما می توانید عشق خود را به آنها دهید ولی نمی توانید بذر افکار خود را در آنها بکارید، چون افکار خود را دارند. و می توانید برای تن آنها خانه‌ای فراهم کنید ولی روح آنها در خانه‌های شما قرار نمی گیرد، زیرا روح آنها در فردایی زندگی می کند که حتی در رویاهایتان هم به آن راه نمی یابید. می توانید سعی کنید که مثل آنها شوید ولی بیهوده است که آنها را مجبور کنید چون شما شوند، چون زندگی به عقب بر نمی گردد و اقامت در منزل دیروز لذتی ندارد. شما کمانید و فرزندانتان تیر که زندگی آن تیر را از کمان شما رها می سازد. کمانگیر است که به هدف دوردست می نگرد و با نیروی خود شما را خم می کند تا تیرش سریعتر و هرچه دورتر پرتاب شود. پس بگذارید خم شدن شما در دست کمانگیر از روی شادی و رشک باشد، چون او هم تیری را که از کمان می پرد دوست می دارد و هم کمانی را که در دستش به جای می ماند. نام پارت بعدی بخشش هستش. سپس مرد توانگری گفت: اکنون برای ما از بخشش بگو. در جوابش گفت: آنچه می بخشی جز قسمت کوچکی از داراییت نیست. لیک برای کسی که جان می بخشد نمی توان ارزشی قائل شد، زیرا مال و ثروت مگر چیست؟ آیا جز ماده‌ای تمام شدنی است که در خزانه‌ات نگه می داری و با تمام سعی خود از آن نگهداری می کنی که مبادا فردا به آن نیاز داشته باشی؟ و چگونه فردا می تواند سگ دوراندیشی را که استخوانش را زیر شنهای بینشان دفن می کند و خود دنبال زائران شهر مقدس می رود چیزی تقدیم کند؟ آیا ترس از نیاز خود نیاز نیست؟
آیا پس از تشنگی در کنار چاه پر آب تشنگی سیراب نشدنی نیست؟ هستند کسانی که از بسیاری که نزدشان است کمی میبخشند و میبخشند تا نامی شوند و اشتیاق پنهان شهرت خواهی فایده بخشش را از بین میبرد. و کسانی هستند که اندکی دارند و پنهانی میبخشند و آنها به زندگی و بخشندگی زندگی ایمان دارند و هرگز صندوقها و خزانه‌های پرشان خالی نخواهد شد. و کسانی هستند که با شادی میبخشند و شادیشان پاداش این بخشش است. و کسانی که با درد میبخشند و این درد غسل تعمیرشان است. و کسانی هستند که میبخشند و در بخشندگی خود معنی درد را نمیشناسند و شادی هم نمیخواهند و اشتیاقی ندارند که ثوابی ببرند. این دسته چون گلهایی هستند که عطر دلانگیزشان را به این سرزمین میبخشند. با دست این افراد است که خداوند سخن میگوید و از میان چشمان آنهاست که بر زمین تبسم میکند. بخشش به کسی که از تو میخواهد زیباست، ولی زیباترین آن است که به کسی ببخشی که از تو خواهش نمی کند و تو به نیازش واقفی. کسی که دست و دلش را به بخشش میگشاید، پیدا کردن کسی که بخشش او را میپذیرد شادی بخش است و بخشیدن به او از بخشیدن روح خود بزرگتر است. آیا در اموالت چیزی هست که برای خود بخواهی؟ هرچه امروز داری بی تردید روزی پراکنده خواهد شد. پس همین الان از آن ببخش تا فصل بخشش از فصل‌های زندگی خودت باشد، نه میراث خوارانت. بارها شنیدم که میگویی دوست دارم که ببخشم، ولی فقط به نیازمندان. ای دوست، آیا فراموش کرده ای درختان باغ تو حرف تو را نمیزنند و نه گله هایت در چراگاه هایت؟ اینها میبخشند تا تو زندگی کنی، زیرا اگر ندهند زندگیت به خطر خواهد افتاد. حقیقت را به تو میگویم، اگر کسی سزاوار هدیه زندگی است و شب و روزش را هدیه گرفته است، سزاوار هر چیزی از بخشش تو نیز هست. و کسی که سزاوار است از اقیانوس زندگی بنوشد، شایستگی دارد که پیاله ای از جوی ناچیز تو برگیرد. چون کدام بیابان بزرگتر از بیابان وجود جرأت و جسارت قبول هدیه ای را دارد که همراه منت و کبر است؟ و تو کیستی که باید مردم سینه هایشان را بدرند و نقاب از شهامت و عزت نفسشان بردارند تا تو شایستگیشان را برای بخششت برهنه ببینی و غرورشان را زیر پا له کنی؟ پس بنگر که آیا شایستگی داری که بخشنده و سبب بخشش باشی؟ زیرا زندگی است که زندگی می بخشد و تو که به بخشش هایت مفتخری جز شاهدی بر بخشش هایت نیستی. اما شما که بخشش و نیکویی را می ستانید و همه جز آنهایید، شناختن زیبایی خود را به سنگینی ظاهر نکنید تا با دست خود باری سنگین بر گردن خود و گردن کسانی که میبخشند تحمیل نکنید، بلکه بخشش هدیه کنندگان را بال پرواز خود بدانید و با آن به پرواز درآیید. زیرا اگر به دینی که دارید عارف باشید، با این کار شک و شبهه را به بخشنده نیکویی نشان می‌دهید که مادرش زمین با سخاوت است و پدرش خداوند بخشاینده. نام پارت بعدی غذا هستش. سپس پیرمردی مهمان سرادار پیش آمد و گفت برای ما از خوردنی ها و نوشیدنی ها بگو. در جواب گفت کاش می توانستید با عطر زمین زندگی کنید و چون گیاهان به هوا و نور بسنده می کردید. ولی شما ناچارید که برای زنده ماندن بکشید و طفل کوچک را محروم کنید و با شیر مادرش تشنگی خود را فرو نشانید. پس این کارها را چون نشانه‌ای از عبادت انجام دهید
و بگذارید سفره‌تان قربانگاهی باشد برای قربانی کردن پاکان و بیگناهان کشتزارها و دشت‌ها، برای آنچه که در ژرفای وجود انسان پاکتر و بیگناهتر است. و هنگامی که حیوانی را می‌کشید، در دل خود به او بگویید: نیرویی که به من فرمان قربانی کردن تو را می‌دهد، مرا همچون تو خواهد کشت و منتظر است تا مرا چون تو قربانی کند، چون قانونی که تو را به دست من تسلیم کرده، مرا به دست قوی‌تر از من تسلیم خواهد کرد. خون تو و خون من جز افشره‌ای نیست که از روز ازل برای خوراک درخت آسمانی آماده شده. و اگر سیبی را گاز میزنی، در دلت به او بگو: تخم‌های تو در بدن من زندگی خواهند کرد و جوانه‌های رویده از آن فردا در قلبم شکوفه خواهند کرد و عطر تو از نفسهایم برخواهد خاست و در تمام فصول با هم شاد خواهیم بود. و هر پاییز که انگورها را از تاکستان میچینید و به چرخشگاه میبرید، در دل به آنها بگویید: من نیز چون تو انگورم، میوه هایم جمع میشود و به چرخشگاه برده میشود و شرابی جدید در خمهای تو خواهم شد. و هنگامی که کسی شراب را در زمستان از خم بنوشد، در قلبش برای هر پیاله‌ای که می نوشد سرودی خواهم خواند. لکن برای تو از ترانه‌هایت زیباتر یادی است برای روزهای زمستان و انگور و چرخش. پارت بعدی کار هستش. سپس برزگری پیش آمد و گفت: از کار برایمان بگو. در جواب گفت: شما کار می‌کنید تا با زمین و روح زمین در مسیرش جریان یابید. چون بیکاری بیگانگی با فصل‌های زمین است و سرگردان در کاروان زندگی که با بزرگی و جلال در فضا به سوی بیکرانگی می‌رود، سیر نمی‌کند. هنگامی که کار می‌کنید، جز فلوتی نیستید که زمزمه روزها را در قلبتان می‌خوانید و موسیقی جاودان خواهید شد. کدام یک از شما می‌خواهد که نی خاموش و لال باشد، در حالی که دیگران در اطرافش با نغمه‌های هم‌آوا آواز می‌خوانند؟ بارها شنیده اید که کار لعنت است و زحمت نکبت و مصیبت، اما من میگویم شما با کار خود ذره‌ای از رویای دوردست زمین را تحقق میبخشید. ذره‌ای که از هنگام به وجود آمدن آن رویا مخصوص شماست. هنگامی که کار مفیدی را مرتب انجام دهید، قلب خود را بر حقیقت عشق زندگی گشوده اید. زیرا کسی که زندگی را با کار مفید دوست می‌دارد، ژرفای حیات بر او گشوده می‌شود و دورترین رازهایش آشکار خواهد شد. لکن اگر شما درد کشیدن به هنگام زایش را خاری بدانید و پرورش جسم را لعنتی نوشته شده بر پیشانیتان، پس باید به شما بگویم که هیچ چیز نمی‌تواند این نوشته را از پیشانی شما بزداید مگر کوشش و سعی خودتان. از نیاکانتان این گفته را به ارث برده اید که زندگی سیاهی است. هنگام سختی‌ها شادید و آنچه نیاکانتان گفته‌اند آشفته حال تکرار می‌کنید. باید به شما بگویم که زندگی واقعاً سیاهی است اگر موافق با حرکتش نباشید و حرکت کور است وقتی با دلش همراه نباشید و برکتی در آن نیست. و دانش اگر با کار همراه نشود همیشه بیمار و بیهوده است و کار اگر با عشق نباشد بیهوده و بی‌ثمر است. زیرا اگر با عشق کار کنید جانهایتان به هم پیوند می‌خورد و همه شما به خداوند می‌پیوندید. چه کاری همراه عشق است؟ اینکه پیراهنی ببافی که تار و پودش از تارهای قلبت باشد و فکر کنی که محبوبت آن پیراهن را خواهد پوشید. اینکه خانه‌ای بسازی با سنگ‌های برگرفته از دلسوزی و عشق و فکر کنی که معشوقت در آن سکنا خواهد گزید. اینکه با دقت و محبت بذری بپاشی و با شادی و لذت درو کنی و امیدوار باشی که سر سفره دلدارت خواهد بود.
اینکه در هر کاری از کارهایت روحت را در آن بدمی و اطمینان داشته باشی که همه مردگان پاک در اطرافت هستند و مراقب اعمالت میباشند. و بسیار شنیدم که انگار در خواب با خود میگویید کسی که مرمر میتراشد و شبیه روح خود را در سنگ گنگ میبیند بر برزگری که زمین را میکارد برتری دارد و کسی که رنگهای رنگین کمان را به عاریت میگیرد و تکه پارچه بیمقدار را به شکل انسان در میآورد از کفاشی که برای پاهای ما پایافزار میسازد برتر است. لکن من به شما میگویم نه در خواب شب بلکه در بیداری روز روشن با صدایی شیرینتر از آنکه شاخه‌های کوچک را صدا میزند بلوط تنومند را صدا نمیزند و بزرگ است چون صدای وزش باد را به سرودی که شیرینی عشق و گوارایی‌اش را می‌افزاید تبدیل می‌کند. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این کتاب زیبا. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.